حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشی آقای انصاری. سلامت باشید. من همونی هم که مزاحمتون شدم ماه رمضان برای زنگ زدم. بله بفرمایید بیننده. بفرمایید بیننده گرامی. خوبی شما سلامتی؟ زنده باشید، سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. آقا من زنگ بهتون اولا خبر بدم که الحمدلله خیلی از افرادی که دور و بر ما هستن همه موحد شدن. الحمدلله. تو عراق، تو آشتیان، همه اینا نرسید. الحمدلله. الحمدلله. بعد این تو عراق هم خیلی مزاحم ما شدن. پدر و مادرم و اینا عراق بودن، خیلی کشوندن چون به خاطر اینکه داستان سفر بود که خیلی ما رفتیم زیر سوال. ولی ما به الله تبارک و تعالی دل خودمون رو بستیم، دلمون رو بدیم به دریا. حتی من دلم بهم گفت زنگ نزن، خودتو معرفی نکنید. گفتم نمیترسم، منم مثل این بچه‌های کردستانی که احسامش کردم، منم یکی مثل اونها میشم. الله اکبر. خاطر الله متعال اصلا هیچ کدومشون هم نمیترسم. به خدا قسم اینایی هم که موحد شدن دلشون از منم پاک‌تره. الله اکبر. متاسفانه این مثلا شیعه‌هایی که هستن که خودم هم قبلا اینجا حسینیه داشتیم، گفتم بهتون کلاس قرآن گذاشتیم، الان هم الحمدلله برقراره. فقط اینجا اومدن ماهواره و همه اینا هم برداشتن، هیچ ماهواره رو پشتمونا نیست. الان تو خونه ما ماهواره باید به نفسه کسایی که مثلا تو اصطلاحات کسایی که تو یه معلومه تو سپاه و بسیج و اینا هستن، اینا ماهواره هاشون محفوظ هست، حتی شاید بیشگردان هم باشه. خلاصه ما الحمدلله که خودمون راه خودمون رو پیدا کردیم. الله اکبر. بعد میخواستم اینا خدمتتون از کنیم شیعه ها مثلا خیال میکنن شما به خود شیعه ها توهین میکنید. بعضی از این عزیزانی که موحد شدن مثلا با ما صحبت میکردن 658 نفر میگفتن آقا به خود شیعه ها دارن توهین کنن، به ما دارن فحش میدن. به ما میگفتم نه، اشتباه متوجه شدین شما. درست. اینا دارن فقط به این آخوندایی که به ما دارن صحبت کنن. شما کلیپایی دارین ما آخوندا تو مسجدها صحبت کردن. شما از شیعه آقای انصاری گله‌مند نباشین که مثلا نمیتونن جواب قرآنی به شما بدن. به خاطر این برادران شیعه عزیز، من خودم از اینا بودم، میرفتیم تو مسجدها، میرفتیم تو حسینی‌ها، به جای اینکه قرآن بخونن آقا اینا حتی من هر کسی از ما خود میکرد مثلا ما میرفتیم تو مسجد، به جای اینکه یه قرآنی بخونن یه فاتحه‌ای ازشون بخونن، آقا میرفتن مثلا اولا کسایی که وارد میشن باید معرفی میشدن، یه 3 نفر اونجا پول میدن یکی معرفی میکنه، یکی فقط نوحه میخونه تو جلوی منبر به خاطر اینکه مثلا چی پول به دستشون برسه. بعد این نوحه میخونن، اجازه نمیدن قرآن بخونن. به خاطر چی؟ چون میرن تو مسجدها، میرن تو حسینی‌ها، اینا فقط نوحه خواهی کردن دیگه. این بند خدا خسته میشه، میاد خونه اصلا حوصله نداره قرآنشو برداره. درست. این که از اینا بعد از برادران شیعه خواهش میکنم، اینا رو من خودم اینجا خدمت بله شما برید با صبر صحبت بکنید، با صحبت بکنید، صبر داشته باشید، عجله تون صحبت نکنید که طرف بکنه جوابتون رو بشین. آقا اصلا شما بشین، میتونی باشون تماس بگیرید یا پشت تلفن میتونید باشون جوابشون رو بدید. شما بشین
نگاه کنید باشید نگاه کنید. بعد دیگه این همین آخوند رافضی که شما دارید میگید ما هم روز زبونمون افتاده، همین تزدیدی هم به مطالعه اونه که به داره خودش حرفایی که داره میزنه رو حرف خودش وای نمیسه. بعد که چه میگه آقا شما را بترسین لعنت نکنین توهین نکنین یه چیزی بگیدن یه توهین. اصلا کلیپایی که شما دارین توهین هایی که کرده اینا هیچی تو تلویزیون‌های ایران اصلا شبیه مستجار هر کجاش که میگه آقا یه آخوند داره ساعت یه حرفی میزنه که اصلا به درد نه خانواده میخوره نه به درد یه جوان نه به درد کسی میخوره. بعد اینا اومدن هر به خاطر این چیه مثلا میگن یهودی و وهابی و اینا رو شما به ما به شما یعنی من یعنی من نوعی داره تلفظ میکنه به خاطر پولشه، به خاطر اینکه بازار اون بسته میشه، به خاطر اینکه دروغی که اون بی‌سواده نمیفهمه اصلا خودش نمیفهمه. من توهین به هیچ کدومشون دیگه نمیکنم چون خیلی از برادران شیعه گفتن توهین میکنن. من بعدمون گفتم نه آقا این آخوند رافضی شما بشید پای منبر ببین آقا این داره چی میگه. الکی میگه امام حسین فلان، خدا شاهد امام حسین رضی الله عنه اصلا اینجوری نبوده که میگه. درست. با غیرت بوده، با جرأت بوده به میدان جنگ. اینجوری حضرت عمر هم خیلی عالیه، یعنی خیلی واقعا گل کاشت گل. مثلا قبلا میگفتم آقا چرا این سنی ها، من خودم به شخصه تو سربازی گفتم میگم آقا مثل شما که واقعا نعوذ بالله نه مگه عمر واقعا حضرت عمر رضی الله عنه اینجوری بود؟ اینجوری نمیگفتم، یه تلفظ دیگه میگفتم واقعا اگه چرا شما ها اسمتون عمر میگفت به خدا اصلا آقای انصاری یکیشون من کشید کنار گفت به خدا من پدرم اسمش عمره، وقتی میره تهران کار میکنه کارگری میکنه جرأت میکنه بگم بهش عمر. گفتن بهش علی. گفتم خب چرا؟ گفت بابا ما 5 تا بچه داریم میگه اگه من یه بلایی به سرم بیارم بچه ها چیکار کنم، بچه های ریز رو درشتم. بعد این خیلی از این چیزا ولی الحمدلله شبکه های شما اومده خیلی راحت یارو داره میگه عمر رضی الله عنه، خیلی راحت اسم ابوبکر میاره. من خودم به شخص 1000 جلسه این کارا رو بوده. بعد زنده باشید. برادر عزیز شما یک تعداد موحدین رو فرمودید فکر کنم 658 نفر، درسته این آمار؟ 605 آقا دقیق به الله متعال حتی تو نماز جماعت. بله صداتون برای چند ثانیه قطع شد، اگر این جمله اخیرتون رو دوباره بفرمایید. الله متعال دیدم به الله متعال. اولا ما تو نمازمون که جماعتشو میخونیم هممون به خدا قسم مثل مکه مکرمه. الله اکبر. صدا میاد الان؟ بله صداتون داره میاد. صدا میاد؟ بله. تو مثل مکه مکرمه چپی میدادیم رو سرمون به الله نماز میکنیم. به الله متعال من خودم آمارشونه در باید حالا بجزونایم چه میدونن تا هر که بشناسم بابا میشناسه خونواده هاش. بله نبگم 658 تا خونواده، نه 658 نفرن اینا، نه خونواده نیستن. مثلا خونواده از 4 نفره، خونواده از 3 نفره، خونواده از 5 نفره اینجوری هست. ولی به الله قسم تو آشتیان تو خونه 658 نفرن که منو با داداشم خواهرام میشناسن. الله اکبر. الله اکبر. اینم یکی اینم همیشه هم بگیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان رسول الله. و یه چیز جالب، من این بادگاری هایی که قبلا باسان میترز نوشته بودن بچه های اهل سنن تو خدمت تو دانشگاه ایرانی نوشته بودن برام آدرس تو دفتر خاطرات اینه گفتم شماره تلفن خیلی هاشون هم گیر آوردم الحمدلله. فقط ایشون هم ما رو مثلا اگه از یه جایی مثلا حتی از یه برادری از سننده تشریف آوردن یا اسمشو گفت اسممو میتونید
اسمشو نمیگم، یه برادر از برله تشریف آورد اینجا وضو گرفتن دقیق رو به ما گفت. الله به اکبر. ما آموزش داد، حتی هم گفت تو نوبت دیگه اون دقیق وضو گرفتنش رو به ما گفت. ما که مثلا وضو قبلا میگفتیم مثلا سربانی یه دست یه مستی کشیدیم، از زدمون یه دست میشدیم، دست راستمون دست چپم نفت بگیریم، بعد بالاخره همون یه وقتی سرطاری که چی میرافیم. واقعا نشن. بعد یک چیز خیلی جالب هم پیش اومد با همین برادر، یعنی الان شاید خودش هم نشسته باشه پای تلفن، چون من تلویزیون، چون من بهش هم زنگ گفتم میخوام ایشون به من یه چیزی جالب گفتش، مثلا زمانی که یاده که مثلا تو خیلی ما بحث میکردیم گفتیم آقا ما بیاییم پشت سر شما نماز بکنیم، گفتم شما میگه آقا وضوتون کامل نیست. چرا؟ اینا رو به پدر و مادرها که به ما آموخته بودن به ما گفته بودن، ما نمی‌دونیم ما رو نمی‌دونیم. ولی الحمدلله آقای انصاری این شبکه کلمه رساله حق، رساله فارسی، نور، الحمدلله واقعا خوشحال یعنی ماها رو روشن کردیم. این بازم دارم میگم شاید خیلی از برادران شیعه مثلا پشت دارن نگاه میکنن برنامه را اصلا فکر نکنن مثلا رسال حق، نور، کلمه، رسال فارسی دارن به ایشون توهین میکنن، بگن شیعه فلان، شیعه رافضی. منظورشون مردمش نیست، منظورشون علمایی هستن که یه کار خاصبی واسهشون راه انداختن، منظورشون این علما هست. من شرمنده تونم برم در حال معذرت ها دیگه من نمیتونم با این کارتم به شما زنگ بزنم. فقط سلام خدمت شما، یعنی کلمه، نور، رسال حق، رسال فارسی از ته دلم، از طرف خودمو، از طرف خانواده‌مو، از طرف این 658 نفر من سلام خدمت همه شما برادران عزیزم. خدا قوت بشه انشالله براتون. از بچه‌ای هم هستم پشت دستن در کارن دیگه، خدا من نمیدونم دیگه چی بگم، هر چی از زبونم میاد خیلی حرفا دارم بگم ولی دیگه الان همه چی یادم رفتم. ببخشید در حال انشالله به امید خدا من یه بار دیگه خبرش بهتون میدم، انشالله الله متعال شاهد باشه، الله متعال گردن منو بشکنه. اگه هر حرفی تو کلامم دروغ بوده خدا گردنمو بشکنه. یعنی با خیال راحت شما خیالتون راحت باشه. 658 نفر کسایی که منو برادرمو خواهرمو میشناسید کسایی هستن که اینجوری هم، ولی شما فقط لطف کنید برادر شیعه‌ای که زنگ میزنن بذارید دلنگران نشن، چون وقتی میزنن مثل من اول بهتون زنگ زدن روی احساس دارن زنگ میزنن، روی مثلا مطمئن باشید. مثلا این برادر کرجی زنگ زد گفت ببخشید آقا از روی نادری یا هر چیز، مثل ایشون محبت باشن، مثل ایشون واقعا با خانواده باشن که همه با خانواده هستن. فقط این علما به خاطر کار کاسبی های خودشون میخوان دفترشون بسته نشه دیگه همینجوری ادامه میدن به دروغاشون. حتی به خاطر که مثلا توی بخشش این باید باشه، یه بخش دیگه میگه نباید باشه، به خاطر پولش میگه در بگیده که اون اصلا در راه خدا کار نمیکنه، اون در این بخش فکر این هر فکر این دنیا اصلا فکر نکنم، باور بفرمایید فکر کنم اصلا کافر مطلق من مطمئنم به خاطر دونه. چرا؟ چون اصلا اون دنیا رو قبول نداره. اگه اون دنیا رو قبول داشت اصلا این حرفا رو نمیزه. درست. دیگه منم امیدوارم بازم یه کلمه دیگه بذار یادم نره، امیدوارم که این بشارتات لعنتی رو تیکه من ببینید. آمین. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله متعال ستون کنه. ان شاء الله تیکه میامش معذرت با شرمنده خدا نگهدار شب خوب. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. من واقعا خوشحال شدم از تماس این برادر عزیزمون، از موقع آخرین تماسی که ایشون گرفته بودن و بعد از اون ارتباطشون با شبکه قطع شد. من همیشه نگرانشون بودم. امیدوارم الله سبحانه و تعالی ایشون و همه برادران و خواهران موحدمون رو حفظ بکنه و الله سبحانه و تعالی به اونا صبر و پایداری نصیب بکنه. شما عمارها، سمیه ها و یاسرهای زمان هستید. شما بلال ها و خبیب های زمان هستید که در زیر تازیانه های مشرکین زندگی می کنید. الله سبحانه و تعالی به همه شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکنه.
علمتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا.